پابلیک کانال کالوگا پویسک و دیگر پابلیک های مربوط به شهر اوبنینسک ولایت کالوگای روسیه در شبکه‌های اجتماعی روز 16 فوریه ویدیوی عذرخواهی مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای زنوزنی شب 13 و 14 فوریه‌شان با ساکنان محلی را نشر کردند. عذرخواهی آنها بعد بازداشتشان در شعبه پلیس ثبت شده است. بنا به خبرها در پی زنوزنی بین مهاجران و مسافران یک تاکسی در اوبنینسک 7 نفر، 2 مهاجر از ازبکستان و 5 تن دیگر از تاجیکستان دستگیر شدند. اما در ثبت ویدیوی 5 مهاجر یک در پیش کامera متن‌های از قبل برایشان تیار شده را در نزد ویدیو کامera قرائت میکنند. آنها اعتراف میکنند که تاجیک‌ها و ازبک‌ها یکجای شده با ساکنان محلی زنوزنی کردند. مهاجران این عمل خود را کار ناخوب نامیده از ساکنان اوبنینسک عذر میپرسند. آنها همچنین وعده میدهند که در آینده طبق قانون‌های روسیه زندگی میکنند. معلوم نیست که آیا این مهاجران با اختیار خود عذرخواهی میکنند یا نه. در ثبت در چهره مهاجران ورم و زخم‌های زیاد خونبسته دیده میشود و معلوم است که آنها را قبل از ثبت لطوکوب کردند. قبلا ویدیوی لحظه زنوزنی شب 13 و 14 فوریه در شهر اوبنینسک نیز در اینترنت نشر شده بود. بنا به فرضیه پلیس آن شب یک زن ساکن اوبنینسک همراه دوستانش سواره تاکسی به خانه برمیگشت. در راه به سبب هنوز نورفتن گپ این زن و راننده تاکسی از آسیای مرکزی میگریزد و راننده همشهریانش از ازبکستان و تاجیکستان را به کمک دعوت میکند. بحث مهاجران با مسافران تاکسی به زنوزنی میپیچد و آن زن در رفت زنوزنی تلفنش را گم میکند. او بعد آنکه تلفنش را دیگر نیافت به پلیس مراجعت کرد. در رابطه با این حادثه با ماده‌های دزدی و اوباشی پرونده گشودند. به مهاجران دستگیر شده اکنون حکم زندان و یا حداقل اخراج از قلمرو روسیه تهدید میکند. گوبرناتور ولایت کالوگا ولادیسلاو شپاشا با سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است. او روز 11 فوریه در پی بازدید از مرکز یگانه مهاجران از آن اظهار خشم کرد که در اینجا به مهاجرانی که به زبان روسی یگان کلمه نمیدانند پتنگ میدهند. بعد بازدید از مرکز مهاجران شپاشا فرمان برآورد که مهاجران را دیگر در ساحه‌های سودا، آشخانه و طربخانه ها، نقلیات جمعیتی به کار نگیرند. گوبرناتور کالوگا همچنین اعلان کرد که ولایت کالوگا از برنامه پریسیلین میبراید. این تصمیم زادگان آسیای مرکزی را از امکانیت بارای آسان به دست آوردن شهروندی محروم خواهد کرد، تاکید کرد شپاشا.